اجرا نیست، خب کنار بذاریم. خب میدونم الان مگه چیه؟ الان کنار نرفته. خب هنوز، ولی خب فشارها. نه ببینید الان بحث اینه که تا یه زمانی بله اینو آوردن جلو می‌خواستن اجرا بکنن، حتی زمانی که قانونم نشده بود یه عده تندروی می‌کردن و فلان حرفا. خب عرض کردم ما تو مجمع کلی اشکال گرفتیم براش. اشکال گرفتیم، برگشت مجلس چیزای دیگه و شورای عالی امنیت ملی هم الان که مردم همه قانون متوجه میشن که الان اجرا نمیشه لایحه حجاب. که مدتی قبل که اوجش بود که خب ما هم خیلی عصبانی شدیم. یه خانمی اومد تو صفحه تلویزیون ظاهر شد گفت که مملکت مال حزب اللهیات، هر کی نمیخواد بره. که من بعد از اون یه مصاحبه کردم، بعضیا تعبیل کردن، من خلاصه مصاحبه بود که مملکت خیلی خوب 10% حزب اللهیات، اینا هم رو سر ما جا دارن، واقعا آدمای اهل گذشت هستن، ایثارگرن، تو سوریه میرن، جاهای دیگه میرن، جنگ میکنن اینا، اما اینا نباید توقع کنند که 90% بقیه جامعه هم مثل اینا فکر کنند. این کار خوبه، حرف خوبی نیست. گفتم این 10% بسیار آدمای خوب و قابل احترامی هستن، اما 2% از اینا، گفتم 2 میلیون 1 میلیون از اینا توقع دارن که کل 80 میلیون جمعیت مثل این 2 میلیون فکر کنن. خب این توقع اضافی است. بهشون برخورده بود که آقا ما 2 میلیون مگه هستیم. من گفتم نه بود، شما 10% از 7 میلیون هستین. این 7 میلیون 8 میلیون 6 میلیون چون خب آدمایی هستن حزب اللهی هم متدینن، اهل گذشتن، ولی این توقع جدو. بله ما این طرف 10% آدم داریم که کایم حزب اللهی هستن، اون طرف هم ممکن 5-6% باشن که رأی سیاه داشته باشن. رأی سیاه کسی است که مثلا حالا منتظر یکی از اون طرف آب بیاد ایران رو نجات بده. اما این وسط 80% مردم میخوان زندگی بکنن، ایران رو دوست میدارن، ایران یک پارچه رو دوست میدارن، ایران مقتدر رو دوست میدارن، اما میخوان آینده خودشون رو هم بدونن چیه، معیشتشون، اشتغالشون، وضع زندگیشون و اینا رو میخوان بدونن. مملکت باید این 80 میلیون جمعیت رو مدیریت بکنه. صدا و سیما باید بفهمه که صدا و سیمای 80 میلیون جمعیته، نه اینکه فکر کنه من صدا و سیمای مثلا فرض میکنم 1% از یه طیف ویژه است.